بهشون. فردا حتما کشفشون میکنیم. صبح میبینمتون. با اینکه اولین روز ما داخل شهر خیلی آروم گذشت، توی همون شب اتفاق وحشتناکی افتاد. در حالی که ما خوابیده بودیم، مارک به همراه چند تا از فیلمبردارامون با صدای شکستن شیشه نزدیک کمپ بیدار شدن و باعث شد که به این فکر کنیم که آیا واقعا ما اینجا تنهاییم؟ صدای چی بود؟ فقط صدای شکستن شیشه شنیدیم. فکر می‌کنم اونجا یه چیزی دیدم. علاوه بر صداهای عجیب و غریب، داخل پناهگاه به شدت باد میومد. بچه‌ها چطور خوابیدیم؟ افتضاح. پس به امید یه خواب بهتر بلند شدیم و صبحونه خوردیم و آماده شدیم تا یه جای بهتر پیدا کنیم. اولین باره که به عنوان صبحونه فلفل قرمز می‌خورم، ولی خیلی گشنمه. منظور بعد قضیه قایمم. فکر نمی‌کردم از خوردن کنسرو فلفل انقدر خوشحال بشم. خیلی داشتم تلاش می‌کردم اونو فراموش کنم. ممنون که یادآوری کردی. بعد از خوردن صبحونه مفید، من یه چیزی رو همینجا بگم. شاید بگی که چرا این خانومه رو اینجوری دوبله کردی و اینا، اما حقیقت اینه که این قبلا پسر بود. تو ویدیوهای قبلی مستر بیست دیده بودمش و این پسر